کافیه که برای 2 تا 3 تا از دور و بریاش تعریف کنه. تا 24 ساعت بعد کل شهر خبر دارن که چه اتفاقی افتاده. این مثال رو بیایم بهتون روی تخته خیلی عامیانه بگم که این فرد چجوری تونسته بود همچین کلاهبرداری خفنی بکنه. نه وبسایت بود، نه اینکه وعده سود 10-12% داده بود، ولی سبک کلاهبرداریش کلاهبرداری پانزی بود. پس پانزی فقط کلاهبرداری آنلاین نیست. بریم با هم ببینیم این مثال. خب ببینیم بچه‌ها، یک اکبر آقایی هست که سیبیلم، من نقاشیم افتضاح، سیبیلم داره و مال دلال خودروه، یا اینکه بقیه‌اش هم بکشیم، یا اینکه نمایشگاه خودرو. این میاد مثلا به یه اسخری، به یه کبرایی، به یه تقی و به یه نقی میاد میگه که آقا من یه طرح جدید آوردم، ماشین میدم 20% زیر قیمت بازار، ولی 2 ماه 3 ماه دیگه به تحویل میدم، تو هم باید پولشو 30 روز اول تسویه کنی با من. یعنی مثلا پراید 400 میلیونه، این میاد پراید 400 میلیونی رو میاد مثلا میگیره 360 میلیون و میگه که باید 1 ماه 30 روزه اینو بدی، من بهت 90 روزه ماشین رو تحویل میدم. حالا خوب دقت کنین، این میاد پولا رو از اینها میگیره و واقعا یه سری حالا ضمانت‌های برگه قرارداد و از این چیزها، برای اینکه گفته بودیم اول ویدیو که اینا سعی میکنن اعتبار سنجیشون درست باشه، میاد مثلا برگارم بهشون میده و قرارداد سفت و محکم هم میبنده، جایی حتی سختگیری میکنه که قضیه رو عادی‌تر جلوه بده. یعنی قشنگ این یه پروژه 2-3 ساله است که در واقع بارشون رو میبندن و فرار میکنن این افراد. میاد 90 روزه ماشین رو تحویل میده به آقا نوی و تقی و کبرا و اسقر. و خب بازی قشنگیش برای این اکبر آقا از اینجا شروع میشه که این اسقر و تقی و نقی میرن به همه اطرافیانشون. خب دیدین چقدر جالب و خفن بود؟ خب بریم سراغ بخش آخر که ما باید چیکار بکنیم که گیر این کلاهبرداری ها نیفتیم. بالاخره ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که روز به روز ارزش پولمون میاد پایینتر، ما مجبوریم که پولمون رو، افزایش اضافه درآمدمون رو یک جای دیگه سرمایه گذاری کنیم و خیلیامون اضافه درآمدمون جوری نیست که بتونیم باشه کار و کاسبی جدیدی را بندازیم مثلا. پس مجبوریم این رو. بسیار عالی، مرسی که قسمت اول این اپیزود رو با من بودین. حتما یادتون نره این پست رو شیر کنیم برای دوستاتون. برای حمایت از ما سابسکرایب یادتون نره و اگر این مطلب رو دوست داشتین لایکش بکنید.